آروس شدی؟ نه. چرا آروس نمیشی؟ چیکار کنم نیشو بلند شو برو آروس شو. تخم رسمی باری کلاری ایتاری دار کنم با چه سیسی خانم رو آب نشسته؟ برم قاشق بنده برم نور بخوره. کلی کجا؟ خواهیم کده برم بیا. باعث زحمت به خدا ببخشه. بله آخ مسئول اینم چه؟ اینم من تخمر نداشتم مسئول دست در نکنه یه زحمت کشید مسئول نخواهد مال راضی به زحمت شما نداشت زحمت کشید دست در نکنه خدا تو رو عمرت بده همیشه بتونی کارا بکنی و بپذیری سالم باشی زحمت کشید خواهش میکنم دست خود روغن دارم چی روغن بپزم نوتی بپزم روغن شنکن روغن یایی بریزم تخم رسمی باری کلاری یادم تو روستا که زندگی کنه چی اسمشه این تخم رسمی چرا رفتیم بالا نشستی؟ این بالا نشستم که اینجا دقیق زوم کنن شما چه تو خور درست میکنه تو خورخه حالا نشکنی؟ نمیشکنم هم مسئول خان رو زحمت کشته ورده بریم که چه تو خور میخوای نار بخوری؟ حالا میخوایم خب مرزن جوش به سلام بخوریم ما گفتیم من عشق نازش میدنم از بس کی حالا امرو نمیخوایم برین درست کنم بخوره؟ نه میخوایم که مرزن جوش بیچینیم بریزه مرزن میشه بریزه دوشم تو خور مرزن میشه بس ما کسی غیر نیستی ما خب تو خور نه روغن درست کنم بردو چطور؟ ما روغن نداری مایتا ملم رو بار خب خور هم بشکن هم بنزم من کسی غیر نوشی نداری نه مرزنگ بش که مگه نه این مرزنگ بشه دوستم داری؟ مرزن چلا پوری زشتش دم دارم مرزنگ بشه میگه تو خیلی خواست داره خیلی دارم قاشق بنده برم نور بخوره چی میخواد ضعف کنه؟ ماس بیارم داشت کن اینجا شد چه بله؟ این برنجه داشت مثلا دستم درد میکنه نمیتونم بری ببرم دستم درد میکنه نمیتونم بسالت مثلا خوب مساحش دارم چقدر با کلاس میده تو فروشگاه ماس برداره تا ماس چند؟ مگه 100 تومن نه بابا بسونه الان 2 تا نونه اوه چه نونه حقی ببرم یا بسونه نو بسونه نون سرسفون باش یا علی ماسوین چقدر رو هرش هست نا خوبونی چربه اوه بیرون علی کجا رفتی زنگ گوشید زدم گوشید تو خونه جایی من رفتم خونه آجی لو خیلی خوش اومدید باعث زحمت حالا بیا سر سرفه چشم بدیدم نه مرسی دست شما درد نکن ممنونم قربون دستتون با چه سیسی خانم رو آب نشسته نیازی بریزم ایتاری دار کنم خب بریزه بازم چه کاش جمع بکنم میگم بله خودت نمیخوای آروس چی؟ تا شوهر خوب میخوای شوهر خش خوب مخوام نیخو شوهر رشید خش مخوام آش رشت خش مخوام شوهر رشید
آره شو برو ما هر رای تراجی نگاه بکنیم کلا کجه خیلی زر رو چاپشه میدونی اگر شوهر جو مخیو ماشین داشته باشه و خونه داشته باشه اینا فایده نداره چه کار کنم؟ الان خودم خونم تو رو کاری بکنم هیچی وضع خوشوقتی نیست با خواهی کسی رو پیش کنه خواستگار پیدا کنه تا خواستگار با پیدا کنه من برم خودم خواستگار رو پیدا کنم حالا بشه کسی رو من نمیم خب آروستان رو من نمیم شاید تا خواستگار بگه حتی شوهر خودم پیدا میگم تروش تا در بره است هیچ که خیلی اسم و رسم دار باشه و مثلا گنده باشه و مثلا تو کشور همه بشناسنش و اینا بله تروستای ما آقای ابوالفضل صفاری سامانه صفاری چه کارن؟ تو چیز اصلا صدا و سیما و تو فیلم سازن و فیلم بازی میکنن اینا توی روستای ما معروف هم بله چی اسمش شما میبینید فیلماشون بله من حالا دقیقا خب همیشه نم باش ولی خب میبینم بله دیدنش میبینم دکتر داره؟ بله آقای علی صفاری دادش سامان بله رئیس دانشگاهه بله دکترا داره خان را میگه استاد دانشگاه بله آقای که برادر شما آقای حسین صفاری چیزی نشو دیاره در روستا هستن که همه قبولیشون داره باریکاله به خیلی صفاری ها تو دیر از گفت دارن خوبم دارن کار میکنن تو این 4 سالی که دیار بودن همه ازش راضی هستن باریکالا بس شد دیگه چی خوش شد گفت سیخه شد بس چه حوصله سر بفرمه کی باشه؟ سلام خوب هسته؟ سلامتی به خدا خیلی زحمتتون دادیم بسی ببخشید دستتون درد نکنه قربونتون خداحافظ قربونتون مرسی متشکرم فدای شما خداحافظ